و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. کسی اطاعت خدا و پیغمبر میکنه، کسی محبت خدا و پیغمبر داره، خدای تعالی فردا روز قیامت این بنده را همراه پیغمبرا، همراه صدیقها، همراه شهیدان، همراه صالحین محشور میگردونه. عجب رفیقای خوبی هستند این طایفه. همین محبت اینا بخیل پاداش داره. و در اسباب نزول همین آیت هم علامه ابن کثیر در تفسیر معتبر خود آورده است. از مادرمان بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها میگه جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرد نزد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم اومد. در بعضی روایات در یک جا دیدم حتی گفتن همون شخص ثوبان بوده است. ثوبان رضی الله تعالی عنه مولای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اومد گفت یا رسول الله والله لانت احب الی من نفسی و احب الی من اهلی و احب الی من ولدی. ای حبیب خدا گفت به خدا قسم از جانم بیشتر دوستت می‌دارم. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. аз аҳли хонадону барои мара ту азизтарӣ, ҷову мартаба да ҳами фарзанди ягонам хеле болотаре барои ман, болои чашму сар би. ва инни лаакуну фи лбайт фаазкурук фамо асбир ҳатто отияка фаанзура илайк. дар хона агар шиштагӣ бошам нохост агар ба ёди чеҳраи зебои ту биғалтам, ба ёди суханои ширини ту баафтам, то наём суханта нашнавам, чеҳрата мушоҳада накунам, ором намегирам. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإذا دخلت الجنة خشيت الله أراك. مردن حقی، مردن بلوی پیغمبران هم است، بلوی اولیاء الله هم است، بلوی عوام الناس هم است. شربت اجل میخوی نمیخوی میچشی. وقتی میگم مرگ به یاد میارم، من به یقین میدونم یا رسول الله که تو در علیت العلیین قرار داری و تو در فردوس اعلی مکان داری. انشالله هم مقام محمودی جای تو است. انمو آتی محمدن الوسیلة و الفضیله میگیم، همو وسیله اصلا یک مکانی هست در زیباترین بلندترین فردوس قرار داره. اما من میگه اگر بیل فرض خدای تعالی در جنت هم که جام کنه میترسم که نمیبینم، یا شاید در 1 سال یک بار ببینم، یا شاید در 10 سال 100 سال یک بار ببینم. این جنت بچه یک خیل نیست. جنت 100 درجه داره. این للجنت 100 درجه ما بین کل درجتین که ما بین السماء و الارض. فاصله بین هر دو درجه جنت مثل فاصله بین زمین تا آسمان است. آخه فاصله زمین تا آسمان ما نمیدونیم کجا باشه. علم امروزه عاجز است، نمیفهمند. اما چه یک سیاره‌ای کشف کرده است تلخط میکفه، میگه مسافه زمین تا اونجا را 30,000 ساله را به سرعت نور است. شما میفهمید چی گفتید؟ تو به درجه وسیع است کائنات که میگن فضا و وقت بیکرانه است، حتی هم ماتریالیستو. البته هرچی کرانه داره غیر پروردگار، غیر ذات الله، هرچی ابتدا و انتها داره، هر چیزی که مخلوق باشه، میگه عقل که نمیگیره میگن فضا و وقت بیکرانه است. انا جنت به حد کلان است، به حد بین طبقهاش فاصله است که مثل نبی فاصله بین زمین تا آسمان. و الفردوس و اعلاها، بلندترین درجه و طبقه جنت فردوس است. منها تفجر الانهار الاربعه. از همین فردوس 4 نهر جنت سرچشمه میگیرن. 4 نهر جنت از همین فردوس جاری میشوند. بعد میان مقصد چشمه های در فردوس دریا میشوه و بعد جاری میشه در روی جنت. به حضرت به ما و شما مراجعت کرد. فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. ای امتان من، ای کسایی که دعوای محبت محمدی میکنه، از خدا وقت طلب جنت میکنه همتتون پس نگیره.
جنت طلب کنی، فردوسی جنت طلب کنی. در فردوس انشالله هر روز پیغمبر را میبینی، هر روز در صحبتش قرار میگیری. همین ناله صوبان هم همین حسابه که یا رسول الله نشوه که در یگون طبقه پایون بغلتم در 10 سال و 100 سال یک بار چهره ایت برای من میسر بشوه. در اون صورت والله جنت برام گوارا نیست. میگه حضرت در پاسخ سوالش چیزی نگفت. شبانه بود که جبریل علیه السلام با شکل وحی همه آیه را برای حضرت صلی الله علیه و سلم آورد که با صوبان و با تمام محبان برسون که هر کسی اطاعت خدا و پیغمبر میکنه خداوند متعال در جنت او را همراه پیغمبرا و صدیقا و شهدا و صالحین حشر میکنه، یعنی در فردوس اعلی مکان میده. و عجب هم نشینای خوبی هستن، عجب رفیقای خوبی هستن این طایفه. الله اکبر. واقعا حضرت صلی الله علیه و سلم به خدا قسم در زیمام حقای زیاد داره. ولی همینجا قصه طعامای خیتای و دیگر را کردن. بله صدها نمود میکنن، هزارها نمود میکنن، اما یکون بار اهمیت داده که آداب طعام خوری ما را ندارن. اما در اکما اوجا نرفتم نه که هم بعضی کینو دا میبینم، همون کینوی جکی چند دیگر در همون سری طعامشتگی اروغ میزنه یا جرد میگوزه بعضیش از برای ثواب. ندارن همین چیزا، ندارن از برای خدا. خوراک خورده است ایس دستش پیده است ایس بنشه تکیده است. ای بچه این آداب و اخلاق طعام خوردن حضرت صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داد. من همین جزئی ترین چیزا گفته استم. همین چیزا که امروز به حیث گیگینه در تمام دنیا شناخته میشه و توزه بدن شستنی دست پیش طعام و شستنی دست بعدی طعام و مگر همین حضرت صلی الله علیه و سلم همین ما را نه آموزان، مسلمانان دنیا را نه آموزاندن. کسی شبهه داره کتاب استوریا سیویلیزاسیون را بخونه، ویل دوراند مفصل نوشته است مرد خدا که اون مرد یا نصرانی های، شاید یهودی باشه که من نمیدونم، از امریکا های، اما به هر وجه صورت مسلم است که حضرت صلی الله علیه و سلم خدمت‌های کرده است که نه فقط مسلمانان بلکه تمام انسانیت مدیون حضرت هستند. همه در پیش حضرت قرضدار هستیم به خدا قسم. همین که در ماه مولود نبوی شادی و خرسندی میکنیم الحمدلله، این حق همون حضرت است که در ذمه ما و شما هست. چند بود بشکست احمد در جهان تا که یارب گوی گشتن امتان. گر نبودی کوششی احمد تو هم می پرستیدی چه اجدادت سنم. پس به قدر این دین برسیم، به قدر این پیغمبر برسیم، شکرگزاری کنیم این نعمت بی‌بهای پروردگار. انشالله کردیم خداوند از این نعمت بیشتر ما میده. افسوس و صد افسوس حالی را دعواهامو از عملهامو بیشتر است. دعوای زیاد داریم و عملی کم داریم. دعوای مسلمانی میکنیم، چیزایی را که خدا و پیغمبر حرام گفتن میکنیم. همین دروغ ببینید، با درجه دروغ زیاد شده است امروز، از برای ثواب دیگه نمیدونی. این بیهوده و بهوده دروغ میگن، بیهوده و بهوده دروغ میگن. مردم یک زمان از خدا میترسیدن، سعی میکردن که همین گپی دروغ کم بگن. امروز همین دروغ از زبانشو میبیزن. یک محفل حاجی ها شیشتگی، حاجی ها و بعضی ملاها و یک چندین سال پیشتر و یک نفرش قصه میکنه که کجایی در مهمان شدیم، میگه رفته باغش یک خیشه انگور کند آوردم در خونه کشیدمش 26 کیلو یا 36 کیلو یک خیشه انگور. و یک حاجی دیگه همجا شیشتگی، ولی نومش هم گیره میشناسینش، برای من نومش نگرفتیستم، خدا رحمت شو کنه هر دشم. او حاجی میگه که میگه ها بشوخی همتری اصل داره آخی، اگر خدا خواسته باشه چه مشکلی داره آخی. همو در جوهای ما را گفته است وقتای ما بودک بودیم، همو مولو را میگرفتن سر میدودن در چراگاه، بعدم یک خر پشتش جوغر شده است، همین زخم برآورده است. بعد به خاطر که همو خر همو پشو کمتر بشینن در بالاش، صاحبش خاک گرفته است، ای کدام پلکه در همین پشتی همو خر شکیده همجا پرتفته استش اومده. بعد چند مدت مولو بر میگردن میایم، همو خرم قطعش اومده است، قدرت خدا همو ای پلا گرفته خاک در پشتش شکیده ای تربوز شده، هر یا تربوز
در پشت خر های تربز باید میگه انا همون صاحب خر کند است همون ملوی قشلوق هم ملو علی میگفتن همون ملو علی را داده است که حضرت نیم شاهدو نیمی تربز برید است داده است که حضرت همین را خدت بگی نوشی جان کن ملو علی خطی تمام اهل خاندانش خورده است سیر کردیم بعد اخیر نشیده است هم تربزی نیمه کو در دروش دروم است بعد درده آمده است قدرت خدا همون ای پلا گرفته خود کده پشتش کشیده های تربز شده هر یا تربز در پشت خر های یا تربز باید میگه انا همون صاحب خر کند است همون ملوی قشلوق هم ملو علی میگفتن همون ملو علی را داده است که حضرت نیم شاهدو نیمی تربز برید است داده است که حضرت همین را خدت بگی نوشی جان کن ملو علی خطی تمام اهل خاندانش خورده است سیر کردیم بعد اخیر نشیده است هم تربزی نیمه کو در دروش دروم است بعد در دستش میگه چیزا گرفته است انا چی میگه مکا لپوتکارا ایالا میگه هم تراشیده درونی تربزا تراشیده و تای تربزا میتروشن کو با هم آدم که خشه انگور میکرد با میگه که رو تا باد کنم دروغ آبا چه میگه خشه انگور 26 کیلو میشید است تربز نمیشید است توخی تربز انگور خیلی کلانتره اینم به همین اشاره مردم بفهمودن که این مرد دروغ نگین از برای خدا دروغ گناه کبیره امروز همیشه هم نمیگیم اخی با میخندیم خطیشو در همین دروغای روی راست شو مسلمان کسی هست که دروغ نمیگه به ضرورت غیر مسلمانایی را که مردی داشتن غیرت داشتن انصاف داشتن به خدا قسم همو را احترام میکرد یک شخصی بود یکی از رهبرای قبیله بنی حنیفه این قبیله بسیار مشهوره همون مسیلمه کذابی بدبخت همین قبیله برمودگیه انا خدا لعنتش کنه او را همین مسیلمه های زمانی خدمانه شخص سمامه ابن اصول نام داشت سه مثلث قطعه سمامه ابن اصول خدا می با دولت بدوخی همین جایی که ایو زندگی میکردن منطقه یمامه میگن در نجد جای حاصل خیزه تمام نیم جزیره عرب با گندم تأمین میکرد است تصور کنی با گندم جو روغن قطعی حاصل میگرفتیان مردم مقصد زراعت میکردیان بسیار میرفتن مردم همونجا اساسا همین شکم شیری مردم بدوخی مخصوصا همین حجازه شکم شیر شما منطقه بده است این خودش آدمی پولدار آدمی با آبرو و عزت همین جوان مردیو داشت است قطعا آدمی مقصد دست خیر بده نه که هوای دهنده همین این دنیا آدم هوای دهن میکنه او فر بگیره میگن گوسپند میبرداره کاری هر بزنس خیر من گفتن یعنی که جای میشیشته خی میکرده همین محمد چنگی ما بخره من میدونم چیکار کنم قدیش در چنگی ما بخرم من میدونم با چیکار کنم قدیش یا وقت قدرت پروردگار این قصد امر کرده بود است در راه میروه که در دست یک گروه اکسپدیسیونی مسلمانو میخواد میشناختیانش میگیرن اسیر میبندنش در بالای شتر به شکم خوش میکنن میگیرن میارنش به مدینه منوره را بعد در همین مسجد میگیرن در طرف شتر مسجد نبوی میبندنش انا با حضرت نماز خونی میویا که پیشین خونی میویا سوموما دستوش بستگی با گفت که یا سوموما مالک های سوموما چی دست ای وجه اخو هوای دهانات کجاش گیدو اگر ببینمش فلان و فلان میکنم اگر فلان و بسمدان میکنم چی دست اخید تو نمیدونی که لقمه را کلون گرفتن در کار و گپ کلون زدن در کار نیست و میگه امو سوموما را میگه اگر نه ترسید نه حراسی مرده اگر بعد گفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم این تقتل ذادمین و این تمنون علی شاکرین و این ترید المال تعته ما شئت گفت یک چیزا بفهم گفت اگر ما را بکشی بفهم که آدم میرم بکشی که صاحب دوره خونش طلب میکنن خیلی خون ها میریزه برای خونی من یک کده اگر گفت منت به جانم بگذاری و آزادم کنی بفهم که مرده که آزاد میکنی کسی را آزاد میکنی که به قدری انمو خدمت یک کس میرسه به قدری مقصد احترام یک کس میرسه اگر همین مال بخواهی در عوضم چند دهنت میبره بگو میتند چیزی که بگوی میتند برای آزادی من
حضرت چیش نگفت، نمازی پیشی نخوندن، رفت با نمازی عصر دا اومد، همون تا بستگیه. با سوالش کرد، یا سمومه گفت چه خیلی، چه حال داری، خطا چه خیلی میبینی؟ با میگه همون گپش تکرار کرد. این تقتل ز آدمین، اگر بکشی آدمی صاحب خونه میکشی، آدمی را میکشی که ای پشتش بخیزن گپ میزنن، قصاص طلب میکنن. و این تمنون علی شاکرین، اگر به شرط مینت هم به جانم بگذاری بفهمی من شکرگزارم. حقیقتا هم یه چی مسلم است، من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی شکری خوبی انسان نکنه هیچ وقت شکرانه خدا را کرده نمیتونه. و این ترید المال تعطه ما شئت، اگر مال بخوایی میتونه تو که چند بگوی قبیلم. به حضرت گفت رهاش کنی، سرش بده. گفت مردک گپ زدیش معلومه. بعد دستوش بریدن، گفت چیکار کنم؟ گفتم برا. کجا برم؟ و کجای میره برا؟ گفتن خلاص ای پولم طلب نمیکنی، هیچی طلب نمیکنی. گفتم برا. رفت میگه از مدینه منوره بیرون اومد. بعد هشش در سر زد، خدا جان تبگیره کی حقیقتا همی اگر در دستم بغلطه همی کور نعبرات میشید. اگر حضرت اسیری تو میشید ایسا جانش یک جانش بدر نمیرفت، رحم نمیکردید. به همین وحی موهی کردگید، هوای دهنی کردگید، ایتی یگون خست طلب نکردیم، همون تا آزادت کردیم. این نومرد کجا میگریزی؟ غسل کرد میگه و خیست اومد ایمان آورد. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. من گواهی میتم که مقصد که خداوند یک کو یگانه ایت رسولی بر حق شی. بعد گفت یا رسول الله من قصدی امره داشتم که اسیر غلطیدم هم جا گرفتن آوردنم. گفت برا حضرت برا. گفت خیست اومد مکه مکرمه و این آوازها تیز پهن میشوند کو خاصتا که این سردار یک قبیله بود. آوازشی در مکه مکرمه که ثمامه ابن اصول مسلمان شده است. در وقتی همین طواف خانه خدا کردن مشرکا جمع شدن، گفتن ای به نمیدانی نامرد و هم یک سیاست در تا دین تا دیگه کردی، پگانو تا دیگه کردی فلان و بسمدان. گفت نامرد شمایی، گفت و قدریه نعمتی به بهای الله نرسیده. خداوند نعمت ای بین تون گرفت، مرگی شما در بین تو بود، با قدر نعمت خدا که نرسیده خداوند همه نعمت ای دست تو گرفت. ای جاییس گفت کسافتو یک دانه جو گندم به ملک تو رو نمیاید. این قدرت امکانیت داشت که همون چی میگن سانکسیا بزنه محکم کنه، مقصد تحریم اقتصادی کنه، مول نیوی نمیفروخت. تمام حقیقتا همون خیلم کرد. حال مردم به تنگ اومد در مکه مکرمه. این مکه را دیده که یک سرزمینی است که خداوند برکتش داده است، لیکن نداره حاصل اخی، نمیشه و حاصل های دیگه جا میورن. خاصتا همین زراعت از همین یمامه میوردیم. وقتی احوال بد شد نرخ در آسمان خیست، تو آخه او زراعت ای شام از یمن بیورن که خیلی امر در کره راه دوره، این یمامه نزدیک بود. و میگه قریشیان نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آدم فرستادن که همین ثمامه به خودت عهد کردگی محبت داره، انشالله هم یک گپ شما کافی ای همون را التماس کنه که همون سری رای زراعت نگیره، محکم نکنه که بیویه. به حضرت میگه یک شخص به نزد ثمامه ابن اصول فرستاده، گفت یا ثمامه بالفرض تو گفت از قصاص از مردای قریش میگیری برای که اذیت و آزار رو دادن، تحقیرت کردن. بیچاره کودکا چی گناه دارن، زنکا چی گناه دارن که در نوبت اول همین مشکلی و مشقت در سر همون زن و کودکا میغلطن. میگه ثمامه ابن اصول وقتی همین سخن گفتن، گفت که انا با چشم و گوش من اطاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنم. با میگه شراکت فرستادن. اینا ببینه حضرت همین مرد ایمو سخناش حالی در زمانهایی که مشرک بود شناخته، قدر شناسی و قدر دانش کرد. اگه تصور کنه که یک مسلمانی که قدر پیغمبر هم میدونه با تولد حضرت شادی و خرسندی میکنه، چی درجه و منزلتی داره پیش خدا و پیغمبر، خاصتا که عملای با در نزد حضرت عرض میشود. اعمال امتی تعرض علی فی کل جمعه مرتين. عملهای امت میگه در نزد من عرض میشود در هر هفته 2 مرتبه.
همین عملای ما را در پیش حضرت عرض میکنن در عالم برزخ. جای دیگر حضرت میگه، حدیث امام بزار روایت کرده است از عبدالله ابن مسعود، حضرت میگه حیات خیر لکم و موت خیر لکم. حیات من برای شما را خیر رحمت ای، مرگ من برای شما را خیر رحمت ای. اما حیاتی فاسن لکم سنن و اشرع لکم شرایع. چرا حیاتی من برای شما را مایه رحمت ای؟ وقتی که زنده هستم شما را مقصد که علم می آموزانم، مسائل برای تو شرح میتم، قرآن برای تو تفسیر میکنم، از حلال حرام آگاه تو میکنم. و اما موتی فإن اعمالکم تعرض علیه. چرا مرگی من برای شما را مایه رحمت خیر ای؟ عملهای شما را در نزد من عرض میکنن. فما رأیت منه حسنا حمیت الله تعالی علیه. اگر بینم کسی اگر عمل خیر نیک میکنه، حمد ثنای خدا را میگم. اینا ما کاری خیر میکنیم، حمد ثنا میگه خدا را. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایتن ما و ما رأیت منها سیئا استغفرت الله لکم. اما اگر ما بودو یگان کاری ناخوب و ناجا را دیده، میگه طلب استغفار میکنم از خداوند که پروردگار رو ببخشش که این نفهمید خطا کرد. انا انسان به خطا و کمبود نمیشه، مرکب از خطا و نسیان است. خدایا ببخشش. اینه خیلی یک پیامبر بزرگ نازنین داریم که خداوند برای ما و شما را عنایت فرمود و ما و شما امتای محمد صلی الله علیه و سلم قرار داریم. پروردگار شهیر مرده استم تا نگشتی سیر زینها در زمان، هم نگردی سیر از اجزای من. همین خوردی سیر نشدی، به همین 10 گرم گوشتی ما سیر میکنی. حلمه رو تا که 3 پندت بردهم، تا بدانی زیرکم یا ابلهم. ایو دا گفت رهام که ای خوردنی ما هیچ فایده نمیگیری. رهام که 3 نصیحتت میکنم که انشالله به همین نصیحت رو عمل کردی، پروردگار خیر دنیا و آخرت نصیبت میکنه. اولی آن پند هم بر دستی تو، ثانیش بر بام کهگل بستی تو. نصیحت یکما در همین کفی دستت میکنم و نگو که همین حیله کرده فریبم داره. وقتی که از دستت خلاص خوردم، در همین لبه که بام نصیحتی دیگه من میکنم. با اون 3 پند دی هم من بر درخت، تو از این 3 پند گردی نیک بخت. با وقتی که خلاص خوردم و آزادی در بر اومدم، ای بلوی شوخی درخت، انشالله نصیحتی اساسی و سیگی من میگم. من میگه اون چی بر دست است اون است این سخن، که محال روزی کس باور مکن. نصیحت یکم گفت. اگر من بودو کسی یکم گپی وزبی نگفت، گپی محاله باور نکن. متاسفانه سفسطه به حد بسیاره. همین قدر در زندگی شایعه ها زیاد های، فلانی فلان شده است، فلانی فلان شده است. همین قدر دروغ چشم میتن که الهی توبه. یک سخنی محاله گفتن قبول نکن. چی بس آدمایی است ایت چی جان تقامیتی در ساعت 4:30-5 مسجد میره، بزخواه اولیوشی مسافر چیدی بعد میره. زینهار باور نکن که این مرگ به سین سالت کار نداره، به سلامتی و بیماریت کار نداره. نماز فریضه خدا ای. فردا روز قیامت خدای تعالی همچنانه که از ریش سفیدا میپرسه، ای جوانو را میپرسه. همه برابر هستند. بر کفش چون گفت اول پندی زفت، گشت آزاد و بران دیوار رفت. بسیار نصیحتی خوبش کرد و سرش داد. در لبی بام شیشت گفت دیگر برگذشته غم مخور، چون زی تو بگذشت زان حسرت مبر. نصیحتی دیگه گفت برگذشته صلوات، چیزی رفت و چیز دیگه برگردونده نمیشه. تیری که ای 60 رفت او را دیگه خفا گرفته نمیشه. سخن ای دهم برومد او را دیگه قپیده و ابرده برگردونده نمیشه. برگذشته صلوات دیگه فکر نکن. اگه پری در شوخی درخت شیشت، بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم، 10 درم سنگ است یک در یتیم. دولتی تو بختی فرزندانی تو، بود اون گوهر به حقی جانی تو. بعدا وقتی میگه خلاص خورد شوخی درخت رفت، هی بچه گو مردی سودا بده تفندت کردم. اگر میکشتیم در روی جغیلدانم 1 دانه بریلیانت بود 30 گرم وزن داشت. و خدا گو به 7 پشته میرسید. فوت کردی در که روزی ید نبود،
که نباشد مثل آن در وجود. خیلی در تقدیرت نبوده است و چیکار میکنی؟ چیزی در نصیبت نباشه خطاب درونی نمیاد دستت. اگه خیر رفت اون چنان که وقتی زادن حامله ناله سازد خوجهش در غلغله. همین خیلی وقتی زنه که درد میزنه دوی میکنه او زنای پیش شرم خجالت داشتن ایزو میگشیدن بولیشت میگزیدن ولی پیشای رودو بگذار در داد فیغانی و گوشی فلکر میشوه زنه که امروزه را او درد که بزنش درد میکنه و زورش میاد داد میزنه بیچاره دیگه همین توشسش میکنن و بیچاره و هم میگه همون خیلی که هم زنه که درد میزنه میگه ایران اوه درد در اومده ای دریغ کاش که میکشتم کاش دیم بریلانتک هم میگرفتم و میگم ما را گفت و نه نصیحت کردمت که مبادا برگذشته دیغمت هم پرنده چه گفت خدا جان تا بگیره این مردک آخی شما را با تعریف میکنن هومو ساپینس ای شما دا همون پرنده اکو با عقل ترن همونی نصیحتت نکردم که بگذشته صلوات چون زیتا بگذشت چون غم میخری یا نکردی فهم پندم یا کری آخی چیزی رفت دیگه چی غم میخری بچه وقتش در زمین ارزون بود یک سوتیخش در $100 خریده میشید بیمردون یک هکتار بخری اجو پرتا امروز فایدت کنه آقا در نصیبت نباشه ای که جو میخری هم $100 هم نمیوی در نصیبت که نباشه وان دیگر پندت بگفتم که زلال هیچ تو باور مکن قولی محال من نیم خود 3 دیرم سنگ ای اسد 10 دیرم سنگ اندرونم چون بود نصیحت یکمم همی بود که او گپی محال باور نکه سخنی باور نکردنی را باور نکه خدا جان تا بگیره که من همگی 10 گرم وزن دارم او برلیانت 30 گرمه را چه خیل خوردم و چه خیل میگیرم میپرم هر سو هیچ عقل فراست نداری تو 3 برابر ای وزن خودم زیادترک من میگه خوجه باز آمد بخیش گفتا که حین بازگوی آن پند خوبی سومین این را هشش دسترش زد با گفت که جورا که بعدا کردی نصیحتی سه ما نمیکنی هم نصیحتی سه گفتی 3 تا نصیحتت میکنم گفت آره خوش عمل کردی بدان تو بگویم پندی سالیس رایگان گفت اگه بایدتش خوب عمل کردی 3 مش مونده است رو تبات کنم در 1 دقیقه ده نصیحتی قیمت به هم ای خاطرت برآوردی پند گفتم بر جهولی خوابناک تخم افکندن بود بر شور خاک انا من نصیحتی 3 مش هم بیای بچو یا اون کسی اینتریسوات سم میگه که نصیحتی 3 مش چی باشه یعنی برای آدم جهول آدم خوبولو آدمی که پروای سخن نداره آدمی که با تلفنش بازی میکنه با رفیقش صحبت میکنه پند گفتم با او یک کاری بیهوده ای وقتت صرف میشوه افگار میشه مونده میشه او انرژی صرف میشوه هیچ فایده و منفعت نمیکنه همین خیلی که دانه گندم میگیری در شور زمین میپرتوی دانه در سرت میمونه و یگان حاصل توقع کرده نمیشوه همین هم عیناً هموه انا می نصیحتی سهیم هم میای خدا برکت بده ایشان قاری را الحمدلله ببینه این بچه از برای خدا ایمان برای ما و شما بیان کرد ایمان مفصله هم آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره و ایمان مفصله به همین ایمان آوردن فرض برای هر یک شخص برای هر یک فرد مسلمان به همین مثالای عادی مثالای جزئی اینقدر خشوع فهمون اگه خشوع به حال کسی که در ذهنش گرفت حتما انشالله فایده و منفعتش میکنه وای به حال او کسایی که ایو گوش در اومده ای گوش دیگر برمد برفت یا اصلا نموندن که در همون گوش بدرویه خدای بزرگ محفل بابای حجی را مبارک بگردونه بابای حجی از همون محیبایی هسته که بعضا گروزیتش میکنن بعضا خودش پیشنهاد میکنه اما به هر وجه صورت از محیبا اینا ببینه الحمدلله مخصوص محفلش هم در روز دوشنبه غلطید اصلا ولی میگیم مولودی با سعادت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم اکثر محققان روز 12 ربیع الاول گفتن تولد حضرت یک ایده از محققان و یک ایده از شخصایی که با حساب و کتاب هم آشنا هستن خوب حساب و کتاب کردن میگن نه
12 ربیع الاول نه 9 ربیع الاول ای. از جمله شیخ محمود پاشای فلکی، از جمله صفی الرحمن شیخ صفی الرحمن مبارک فوری که کتاب الرحیق المختومش در همین آخرون انا چی بگیم آزمون سیره نویسا در عصر 20 جای اول گرفت. در تمام دنیا یک آزمونی کلان کردن برای سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاریخ حضرت نوشتن، همین الرحیق المختوم جای اول گرفت. همین شیخ صفی الرحمن مبارک فوری نوشتگیش. اینا ببینه این حضرت هم میگه که طبق حسابات سالی عام الفیل که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تولد شده است با 571 میلادی راست میآید. آن که 571 میلادی ماه ربیع الاول ش حساب کرده است، میگم محمود پاشای فلکی روزی دوشنبه با 9 ربیع الاول توری میگیره. هیچ کس یگان ذره اختلاف نکرده است. تمام علما و محققا اتفاق دارند که حضرت در روز دوشنبه تولد شده است. میگه اگر همون روز دوشنبه را همون اساس بگیریم، روز دوشنبه در 9 ربیع الاول میشود. 12 ربیع الاول پنجشنبه میشه سال 571 میلادی را اگر بگیریم. فهمیده است مردم تا کدام درجه را حساب کردن. اما به هر وجه صورت روزی که ما و شما ششته روز دوشنبه ای مولود اساسی ای، روزی که حضرت صلی الله علیه و سلم تولد شده ای. خوشا به حالت ان شاء الله خوب انتخاب